سال 2025 اوکراین را چه انتظار است و جنگ در این کشور به کجا می رسد؟ راستی نمیدانم چی می شود. در این 3 سال بسیار خسته شدم. می خواهم جنگ به فایده ما به پایان رسد و یک پارچه از زمینمون را ندهیم. من نمیگویم که بسیار خوشبینم. در این جنگ سختی در پیش است. سال 2024 نیروهای اشغالگر روسیه در اوکراین با آهستگی پیشروی کردند. کمک‌های کشورهای غربی برای اوکراین سرنوشت سازند ولی دیر می‌رسند. ارتش اوکراین با تمام توانش تلاش دارد مانع پیشروی نظامیان روس شود. جو بایدن پرزیدنت آمریکا که هفته آینده کرسیش را به دونالد ترامپ می‌سپارد در آخرین روزهای کارش طرح بسته کمک‌های بیشتر به اوکراین را امضا کرد. سازشنامه‌های بزرگ الکی امضا شدند و در حال اجرا هستند. مهمات جنگی استحصال آمریکا سال 2025 انتقال می‌یابند. حتی اگر کمک‌های نو دیگر قطع شوند. دونالد ترامپ وعده خاتمه دادن به جنگ را داده است و معلوم نیست صلح با چه شرطی به اوکراین برمیگردد. ترامپ گفته است که در یک روز جنگ را قطع می کند ولی روز 9 ینور در یک صحبت دیگر گفت که شاید جنگ اوکراین دوام 6 ماه به پایان برسد. بسیاری ها نگرانند که ترامپ اوکراین را مجبور می کند از زمین‌های اشغال کرده روسیه دست کشد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین می گوید که در سال 2025 انتظار صلح عادلانه است. با گذشت 10 روز از آغاز سال هنوز هیچ نشانه از گفت و شنید برای صلح دیدن نمی شود. جنگی که اقتصاد دنیا را به مشکل دچار کرده است با کشته شدن هزاران سرباز روس و اوکراینی ادامه دارد. صلح با چه شرطی به این کشور و کی برمیگردد کسی نمی داند.